کهندیارا دیار آرا دیل از تو کندم ولی ندانم ولی ندانم. در صحیفه های تاریخ هستی صنعتکارانی هستند که یک صنعت را از یک تاریخ به تاریخ دیگر نشان می‌بیارند و این است که فرهنگ رشد می‌کند، صنعت زنده می‌ماند و مردم وابسته به امکانات خویش فرهنگ و صنعت گذشتگان خویش را از خود می‌کنند. در صحیفه های تاریخ صنعت صحیفه هست با نام گروغلی سرایی که امروز از این ژانر انگوش شمار شخصان ماندند. در صحبت امروزه ما هستند یک نفر گروغلی سرا از وادی رشت کمالوف مقیم. خوب ما کوشش میکنیم در برنامه امروزه کهندیار پیرامون ژانر گروغلی با استاد صحبت داشته باشیم. خوب در آغاز صحبت گوید که من همین قسمت شعری که اینجا خوندید چی نام دارد و در ژانر گروغلی چگونه ثبت شده است؟ پیش از سراییدن هر یک داستان استادان گروغلی سرا پیشگفتار اینا با لهجه مردم ترما میگن، ترمای داستان پیشگفتار که پیشگفتار گروغلی عبارت همش از پند نصیحت است که من همین پیشگفتاری که حاضر ما یک دیدن سراییدیم در این گفته می شود که از شهر گنده قشلاق بیهای ای بای ممسیک کمبغل قشاق بیهای مال ممسیک خوراک بیباک گفتن که ممسیک یعنی همین بای آدم خسیس اخیر دارا دولت ثروتی وای با هیچ کس نصیب نمیکنه و همین دزدا و راهزنا گفتی استفاده میبرن. بعد اینجا باز یک پند نصیحت دیگر که گفته است که از شوربای اسب نان قاق بیهای که اسب دوستی آدم قناتی آدم که ما ملت تاجیک از قدیم اسب دوستار که با اسبان خود شهرت جهانی که در تمام اپوس و داستان ها از شاهنامه تا گروغلی صفت اسب گفته شده است که اینجا در پیشگفتار گفته می شود که از شوربای اسب خوردن نان قاقخری وای بیهای. بعد اینجا باز یک پند نصیحت دیگر نسبت وفاداری رفیقی صداقت که اینجا گفته است که از امره نامرد همون تایاق بیهای که با همون تایاق یک درنده یا یک چیزی خصمه ایتنات بر میکنه. خوب همین قسمت داستان شما اصلا از کدام داستان گروغلی است؟ هر یک داستان با خودش مندرجه دارد با خودش منجده. این داستانی که حاضر ما سراییدیم سفر کردن عوض پهلوان با شهر گرجوان پادشاه بود. اصلا گروغلی چی سرچشمه دارد؟ چی چیزها عامل شده که گروغلی پیدا شده است؟ داستان گروغلی از دوره های خیلی قدیم از عصر 15 منشأ میگیرد
از عصر 15 این طرف داستان گروغلی در بین تاجیکان بسیار هم معمول و مشهور بود. گویندگان گروغلی رو یک منطقه ها ساقی می نامیدند، یک منطقه های دیگر گوینده می نامیدند که اپوس گروغلی از عصر 15 این جانب مال صرف اجداد و اولادان تاجیکان می باشد که همین پیدایش گروغلی را حاضر بین چندین جمهوری بحث دوام دارد. جمهوری برادر ازبکستان و یا هم اپوس گروغلی معمولا می سرایند با سبک و با زبان و اسلوب خود. برادران قزاق و یا هم اپوس گروغلی، برادران افغان اپوس گروغلی، برادران جمهوری ترکمنستان که و یا هم اپوس گروغلی معمول است که هر یک جمهوری حاضر دعوا دارد که گروغلی صرف مال اصلی ماست. اما اینجا یک دلیل من پیش میارم که اگر مال همین جمهوری های برادر باشد گروغلی، پس چرا نام های قهرمان، نام های همون موضع ها صرف نام های تاجیکی می باشند؟ ما از استاد شادروان، استاد گروغلی گویان تاجیکان بابای حکمت رضا در یک معرکه هم صحبت سوال دادیم که استاد همین چنبل آیا خیالی است یا که تاریخی است، همین در کدام موضع جایگیر بود؟ شادروان بابای حکمت گفتند که باز ما از استادای پیشین شنیده بودیم که در داستان پیدایش چنبل چنین میگفتند که چنبل بین دو دریای کلان، دریای جیهون و دریای سیلان جایگیر شده بود. ملک چنبل که دریای جیهون من همین دریای پنج حاضره می باشد، دریای سیلان باشد، نام قدیمه من همین وخش است. این یک دلیل. مکانی که عوض زندگی میکرد در داستان میگن که مکان عوض خان بود بلخوان. بلخوانش تاریخی اثبات است که من همین بلجوان حاضره کلابی ماست. در کلاب چندین موضع با نام ترناس، کوه ترناس. ترناس زنی یکی از پهلوانان مشهور چنبل حسن پهلوان ترناس نام داشت. من همین خیلی دلیلا هست. در گذشته در همین تاجیکستان بودن مکتب هایی که همین هنرمندان رو آماده میکردن؟ متاسفانه نه. نبودن. همون از دور قدیم تا حاضر گروغلی کتابت نشده بود. ثبت کتابی وجود نداشت. اکادمیک براگینسکی از روسیه اومده تحقیقات برده نسبت همین داستان و براگینسکی یک چند کتاب از شادروان حکمت رضا، یک چند کتاب از شادروان بابای حق نظر کبود، همینه با زبان روسی ترجمه کرده اون کس کتابت کردن. گروغلی تا حاضر یگان مأخذ خطی و کتابیش موجود نیست، چون که سبب همون شاگردان مهلت 8 سال تا 10 سال در نزد استادان گروغلی سرا شاگرد می ایستادند. گروغلی از عصر 15 تا حاضر از دهان و دهان آمد. یعنی که دایر به گروغلی یگان سرچشمه کتابت شده وجود ندارد و هر آن چیزی هست گروغلی سرای آن را از دهان قاری ازیاد کردن. ازیاد میکردن از استادا، سبک و اسلوبی نواختن که داستان گروغلی عبارت از 38 داستان می باشد. متاسفانه داننده 38 داستان فقط شادروان بابای حکمت رضا بودند. استاد حق نظر کبود همگی 18 داستان از یاد میدونست و بعضی گروغلی ها، گروغلی سرایان 5 داستان 8 داستان، ما باشیم 17 داستان گروغلی را با پرگی از خود کردگیم و اجرا میکنیم. خوب چون میدونیم امروز گروغلی سرایان در تاجیکستان انگوش شمار هستند. شما در نزد خود یگان شخص دیگر رو تربیت کرده؟ چندین جوانو شوق هواس از دهات اومده شاگرد استودن، اما ژانر گروغلی وزبینترین ژانره. بسیار هم اجرای ژانر اپوس گروغلی مشکل است، چون که موافق ژانر گروغلی فقط با واسطه گلو
همین اپوس اجرا میکنیم. میشود که شما حالا برای ما یک قسمت داستان رو قرائت کنید. خب با همین هنر شما در دیگر کشورها بودید؟ متاسفانه نبودید. نبود. در چهاربینی های دولتی شرکت داشتید؟ در چهاربینی های دولتی در نوروزی و خب در همین جشنوارهای ناحیه و منطقه خدمانگاه ها برآمد میکنیم. پس همین هنر رو در یگان توی معرکه ها استفاده میکنید؟ در ناحیه خدمون جماعت اسمند در بعضی توی ها اومده خشتبار دعوت میکنند که یک داستان اجراش خودش با کمیش 8 ساعت دوام میکنه. که یک داستان که زیادهش 8000 مصرع را تشکیل میتید که یک داستان با کمیش 8 ساعت دوام میکنه که همین 8 ساعت مردم هم منمی هوش و گوش پاشا اگر بپره در همون خواه آدم میشنوی و با دقت داستان را گوش میکنه. نمیشود که امروز من همین داستان‌های نظمی که هستند آنها رو با سبک گروغلی سرایید؟ نمیشود متاسفانه. چرا؟ برای سبک اسلوب گروغلی وای وزن چی خدشه دارد که نثر، نظم،
қасида ғазал дар ин эпосу гуруғлӣ ва ё мутобиқат намекунанд мутаассифона. пас дурнамои ман ҳамин жанрро шумо чӣ гуна мебинед? дурнамои гуруғлӣ мутаассифона ҳамин дурдонаи санъат рафта рафта аз байн рафта истодааст. сабаб ки ягон мактабе ташкил надоданд. марҳамат мана дар филармонияи давлатӣ дар шоабоғои фарҳанг оё илоҷ набуд ки ягон ҳамун сексияе ташкил мекарданд оид ба омӯзиши эпоси гуруғлӣ. мутаассифона дар тоҷикистон ду кас ҳозир мо мондем, бобои Азизбек Зиё ва ман. якум бародар рафта рафта дар ин дунё ҳеҷ ка абадан нест ки имрӯз фақат мо аз сар равем. ҳамин дурдонаи санъат ҳамин аз ниёгон ба мо мерос мондагӣ аз байн меравад. имрӯз дар диёри кӯҳанбунёди тоҷикон танҳо 2 нафаре ҳастанд ки аз достонҳои гуруғлӣ аз худ кардаанду имрӯз ин санъатро дар қаламрави тоҷикистон муаррифӣ мекунанд. вале мутаассифона баъд аз сари ин 2 нафар дурнамои ин жанр, оқибати ин жанрро касе наметавонад бозгӯ карда бошад. зеро шогирдон имрӯз ҳастанд ки дӯстдори санъат ҳастанд, вале имконият онҳоро водор месозад то роҳи хешро дигар кунанд. вале умед мекунем ки ин жанр чун аз қарни 15 то ба имрӯз зинда мондааст, боз миёни халқияти санъатдӯсти тоҷик ба сар мебарад. барномаи кӯҳандиёр буд бинандаи азиз. کهندیارا دیار آرا دل از تو کندم ولی ندانم ولی ندانم